سلام. سلام. خوبین؟ وقتتون بخیر. خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟ من زهرا توکلی هستم از شهرستان خلق. رشته‌تون چیه؟ رشته مهندسی پزشکی از دانشگاه فاضل. ارشد گرفتین؟ نه. لیسانس. ترم چندی؟ ترم آخر هستم. ترم آخر. چی شد با مرکز مهندسی پزشکی شیراز آشنا شدین؟ اول اینکه من دوران کاردانیم دانشجوی خودتون بودم سال رشتی. بعد توی اون دوران دانشجویی کلاسایی که برگزار می‌کردیم شرکت می‌کردم. بعد از پایان دوره کاردانیم از طریق پیجتون و این فعالیتایی که انجام میدادیم دوره‌ها رو پیگیری می‌کردم و دوست داشتم شرکت کنم. الان چه دوره‌ای در حال گذراندن هستید؟ دوره کالیبراسیون تجهیزات پزشکی. هدفتون از گذراندن دوره چیه؟ هدفم اینه که من چون خودم فیلدهای مختلف رو بررسی می‌کردم که ببینم کدومش رو دوست دارم شرکت کنم، با توجه به علاقه خودم کالیبراسیون رو بیشتر دوست داشتم و گفتم که با فیلد کالیبراسیون بهتر بتونم وارد بازار کار بشم. چقدر از دوره تئوری بود، چقدر عملی؟ میتونم بگم تقریبا 50-50 بود، چون مطالب تئوری رو کامل یاد گرفتیم بعد عملی کار می‌کردیم. وقتی که ثبت نام کردین، قبل از ثبت نامتون اطلاعاتی که بهتون دادن آیا با اطلاعاتی که در کلاس و بعداً رفتین باش مواجه شدین همون بود که فکر می‌کردین یا بیشتر بود یا کمتر بود؟ تقریبا تمام اون چیزایی که قبل از دوره بهمون گفته بودن تا الان انجام شد. خیلی عالی. توصیه‌تون به دانشجوی مهندسی پزشکی چیه؟ توصیه‌ام به دانشجوی مهندسی پزشکی اینه که منتظر نمونن تا درسشون تموم بشه بعد بخوان وارد بازار کار بشن. میتونن از همون ترمای اول هم شروع کنن، اول اینکه کارآموزی کنن و بگردن ببینن کدوم فیلد رو دوست دارن و دوره‌شو بگذرونن بتونن وارد بازار کار بشن. این تایم بیکاریتون معمولاً چیکار میکنید؟ من علاقه دارم به زبان انگلیسی و تدریس. توی تایم آزاد من معمولاً تدریس میکنم. خیلی دوست دارم تدریس کردن، آموزش و زبان مطالعه میکنم. من چند تا کلمه میگم، حستون رو نسبت به این کلمه ها بگید. دانشگاه، دوران شیرین زندگی، بازار کار، تجربه، مهندسی پزشکی، مهندسی زندگی، استاد، خاطره خوب، نمره، تاپ، ازدواج، مسئولیت پذیر، بیمارستان، پرستیژ خوب، مرکز مهندسی پزشکی شیراز. استاد بهشتی. چقدر بهتون پول دادن که این مسابقه برگزار کنم باهاتون؟ خیلی ممنون که وقت گذاشتین. براتون آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنون که به ما اعتماد کردین. امیدوارم که بتونیم بعد از پایان دوره هم پشتیبانی و خدمات خوبی و مشاوره‌ای به شما بدیم که انشاءالله حتما منجر بشه به اون اهدافی که شما دنبالش هستین و اگر که تمایل هم داشتین بقیه دوره‌های تخصصی ما رو بگذرونید و توی مسیر موفقیتتون هم بتونیم افتخار کنیم که یه بخشیش رو تونستیم کنارتون باشیم. اگه جمله پایانی دارین در خدمت شما هستیم، اگر نه که بیشتر از این وقتتون نمی‌گیرم. من تشکر می‌کنم از کیفیت آموزشی خوبتون و فان بودن کلاساتون که اصلا کلاس‌ها خستگی نداره. این خاطره خوبیه که برای بچه‌ها دانشجوها میمونه و واقعا تشکر می‌کنم از اینکه این کیفیتتون واقعا عالیه. خیلی متشکرم. که بتونیم هممون موفق بشیم. انشالله. خیلی متشکرم.